از اونجایی که خیلیاتون میدونید فری فایر داره جدیدن قوقا میکنه. با یه سری از انیمه ها قرارداد بسته، ولی با یه سری هاشون هنوز حتمی نشدن که وارد گیم بشن. پس ما قرار الان بریم 2 تا از ایونت ها، 2 تا از ست ها، 2 تا از دنس ها و 2 تا از گان هایی که قرار جدیدن وارد گیم بشن رو با هم یه بررسی ریز کوچولو بکنیم. برو بریم. همونطور که میایید اینجا این آیدی منه 1552 02222 8. این آیدی منه. اگر خواستید حتما بهم ادفرند بدید یا باتون ویدیو بگیرم، یا میتونید بیاید داخل ویش لیست بنده و این سری دنس ها رو ببینید برای خودتون. خب این یه اسنایپ واقعا خداست، هم از لحاظ قدرتی، هم از لحاظ قیافی و هم از لحاظ چیزایی که داره. این مثل امپیچل همین چیزه و تامسون ببری و اینا حالت گان، مثل گان لولیه ولی گان لول نیست. مثلا نگاه کن وقتی شما مثلا چیز میکنی اسکوپت نگاه چه شکلیه، دیگه اسکوپت عادی نیست، اسکوپت حالت یه سبز چیزه و وقتی که چیز میشه بذارید مثلا نگاه کنید، آها صداش یکم فرق داره با بقیه چیزها و یه دونه کیل مسیج که دیگه همینه. وایت جای ما، این وایت واقعا یکی از بهترین وایت های بازیه، هم از لحاظ خوشگلی وایت کهکشانیه و این داره یه گردونه وارد گیم میشه که این وایت و دنس و فکر کنم گانه، آره اینم مشت همون وایت از اگر دقت بکنید دقیقا همون شکلیه و اینم دنسشه که نگاه بکنید دقیقا دوباره شبیه همونه و این تموم نشدنیه، یعنی شما تا آخر عمرتونم وایسید این همیشه داره دور خودش مثل اسکولا میچرخه. بعد این که همین الان هم وارد گیم شده ولی هنوز ایونتش استارت نخورده، شاید خیلیاتون بلد نباشی، پس میام براتون توضیح میدم. روی این قسمت CS رنکد ادیتور براشون خط بکش، کلیک میکنید و روی قسمت سوم بتل رویال نه، CS رنک نه، CS پلیک نمی همچین چیزی و زده 32 ساعت دیگه وارد گیم میشه که جوایزش هم به صورت یه دونه آواتار بنر هستش و یه دونه از این چیزایی که کنار اسمه و همشون تایمی هن. دقت بکنید همشون تایمی هن، به اضافه این دنس خفن و جدید که نمیدونم چیه و این چیزی که پر دور آواتارتون میاد دیگه چیز خاصی نیست ولی متاسفانه داره به صورت تایمی میاد. این دنس مارمولکه که دوباره این هم ست داره هم دنس داره، دارن ایونت های استارت میخورن که این هم ست همون مارمولک است و دنسشون هم دنس تموم نشدنیشون هم اینه که سوای جادو که اگر دقت بکنید اگر مثلا بگید نه این نیست، تماشون دقیقا شبیه همن و مال همن. خب این از وایته که گفتم بهتون. حالا یه سری ایونت دیگه هم داره میاد که این دنس ورود به اسکوادشه، این دنس تموم نشدنی و صدادارشه، اینم دنس تموم نشدنی و صدادارشه. دوباره 2 تا دنس پس شد، پس یه دونه هم از اینا. حالا این اسنایپر یادتونه قرار با یک گردونه بیاد که 3 تاش هم هست و مثل این که قرار با پاندای کنفوکار همکاری بکنه. حالا خیلیتون شاید بگید کجا، چون که اولش که ببینید پاندا داره مشت میزنه و کنفو میکنه، درسته؟ این از این. بعد روی لباسش هم اگر بخوایم دقت بکنیم یه دونه ادیتور یه خط بکش دورش، یه دونه حالت از این نان برنجی ها و این چیزای چرت و پرت، یه دونه از این غذا هاست که مورد علاقه پاندا کنفوکاره و پاندا کنفوکار همیشه این غذا رو میخورد و دوست داشت. کلش خیلی باله واقعا، حتی این گیاهی که تو دهنش هم وقتی تکون میدید تکون میخوره و دیگه چیز خاصی نمونده فکر کنم. آها این دنس خنده که صدا هم داره، اگر بخوام براتون صداشو چیزو کنم واقعا یه دنس خداست و قرار مثلا از این بعد به جای خنده عادی استفاده بشه و اینم بویاپس بعدی یا بعدتره از اونجایی که من اطلاعات به دست آوردم که واقعا خداست، واقعا خداست.
یعنی مثلا الان من دارم میگم اشتباه کردم، نباید این بویا پسو میگرفتم، باز سر میکردم اون میومد اونو میگرفتم. ولی خب یه قلب به چشمان زیبای شما که الان منو نگاه کردید تقدیم میکنم. این اولین ویدیو لانگ چنل من بود. خوشحال میشم اگر ساب کنید، لایک کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای.